من مدیر کافدره اپیدمیولوژی دانشگاه طبی به نام ابوعلی نیسینا ادینه نیاز سفرش دکتر علم‌های طب. در فصل بهار و تیر ماه ارگانیسم انسانیت تبدلات می‌برد، یعنی که به همون حالت مطابق شدن ارگانیسم ادپتاسیون میگوید. از زمستان بهار به که گذشتیم ارگانیسم باید که ادپتاسیون گذرد، موافقت کند. در این مدت سیستم ایمنی انسان پست میگردد، گرسنمانی، مانده شوی، خوب خونخوری، انا این حالت ها ایمون سیستم پست میکند. بیماری های یعنی که همون اویروی، پنیمونی، خصوص بیماری های شش زیاد میشوند. وقتی که موسم گل می شود، گل و چنگ گل همینا زیاد می شود، در انسان ها بسیار بیماری های الرژیکی زیاد است. لیکن همین رو گفتنی هستم که باید که ما در این حالت ها همون پنیمونی کووید 19 از پنیمونی بنالی اساسی باید فرق کنیم. در حالت پنیمونی کووید 19 این سلفه خشک پیدا می شود، خارش گلو پیدا می شود، حرارت بلند دیده می شود. لیکن یک چی که جهت همون زهرآلود شویش کمتر دیده می شود. در گلو دهان ما همیشه لوعاب پیدا می شود و لوعاب خودش عامل محافظتی می باشد. وقتی که چیزی که ما با بینی ما یا با گلوی ما می افتد و میکروب باشد و یا یکون چیز دیگر باشد و در همون لوعاب پیوسته می شد. لوعاب او را می دارد که به شش نرود. بنابراین لوعاب وقتی که پیدا شد ما با قرد می زنیم. وقتی که ما با قرد زدیم او بر راه شش نرفته با یعنی که معده می افتد. در معده کسلوته موجود است که و اگر که میکروب باشه چیزی که باشه او را نیست میکند. اگر که یک قسم کمش بر روده گذرد، من همین کووید 19 هم تصدیق شده که بر روده گذرد، یک التهاب کمی پیدا می شود که و همون فضله سست می بیاید، شکم کمتر درد می کند. در این حالت انتیتله ها پیدا میشن. انتیتله ها که پیدا شدن یعنی که وای دیگه کسل نمیشد. این سنجیدگی دیدگی علم های خطایی. برای من توصیه میتیم که آدم ها همه آبنوشی زیاد کنند، معیار ببرند. واهمه هایی که حاضر هست همینا بیهوده هست. برای چی؟ برای اون که یکی از عامل هایی که همین ایمون سیستم پست میکند این همین استرس است. اینا همون جهت استرس میدارن. منم مثلا شما وقتی که میترسید، یک جون میترسید، پگه روز میخوازید تبخال دمیده است. همه ویروس گرپس که در بدن ایمون سیستم پس شد میبرد. اون چیزی که من متخصصو هر دفعه من در تلویزیون سخن میکنیم فقط یک چی است، فقط پیشگیری. نه که تو امروز یگون PCR مثبت نشون نداده است. همه بیمارای پنیمونی، بیمارای اویروی، بیمارای اونایی که میبیان کرانیتین با از همینا بیشترش گرفتگی هستند. یعنی که همون تستای خیلی که قاعده گرفتگی هستند. یکی همین روز یگان تاش مثبت نبرآمده است. طلب اساسی وقتی که مثبت برآمد با میتوانیم نویسیم که من این کرونا ویروس شد. تا همین ما حق نداریم این چیزا بگیم. لیکن نشده است، همین نیست. فقط سخنای ما برای پروفیلاکتیک، برای احتیاط مردم. برای من به خلق میخوام که تستر همین یک عامل خطرآور خلاص شده. مردم دعوت میکنم که خدا احتیاط کنن. همون چیزهایی که ما گفتیم یعنی که پیشگیری به میدارد همینا احتیاط کنن، دیگه هیچ کس خدا خواهد کسل نمیشد. برای من سلامتی عمر دراز آرزو میکنم.